дар моҳи рамазон суол карданд ки агар ҳиҷомат кунем, ҳиҷомат ба ҳама аллакай маъруфу машҳур аст, хоб ва ҳамчунон хунсупорӣ ҳаст ки имрӯз дар мисол ҷумҳурии мо ҳам ё дар куҷое ки шумо қарор дошта бошен, бародаро мисол 300 грамму 400 грамм хун месупоранд, то ки он хун бо барои ягон бародарои дигар ё хоҳарои дигар як ёрда мешавад. ҳиҷомату хунсупорӣ ба рӯзаи шумо зиён надорад. дар рамазон пайғамбари нозанинмонам ҳиҷома мекарданд, барои ҳамин ягон боқӣ надорад. мо шумо вақте нидоро мешунидаем, ҳама аз ҷои худ мехистаем. одамҳое ки дар дунё рӯза доштанд мехистаем, мегуфтаем мо аз ҷумлаи рӯзадорҳо ҳастем. ядхулу минҳу ассоимун, داخل میشود گفت پیغمبر خدا بعد این که ما و شما از جای خود میخیزیم، ما و شما وارد این دروازه میشدیم. فاذا دخلوا، پیغمبر خدا گفتند وقت دروازه ریان گشاده میشود، روزدارها که دنبال به دنبال داخل میشوند، اغلق، روزدار که تمام شد دروازه پوشیده میشود. فلم يدخل احد غیره، پیغمبر خدا گفت هیچ کس غیر روزدار حق ندارد که در این دروازه ریان داخل شود. خوش به حال روزدارها، زیرا که این ریان از روی این حدیث مفهومش این معنا را میدهد که داخل این قصرهاش و ناز و نعمتهاش از دیگر دروازه های جنت فرق کننده است. داخل این راحتش دیگرتر است که ما و شما را خداوند وارد این دروازه ریان میگردانیده است. کعب ابن عرجه میگوید روز در مسجد نشسته بودیم، بناگاه این آفتاب تابان رسول اکرم داخل مسجد شد. وقتی به مسجد داخل شد، ما که یک طایفه صحابه ها نشسته بودیم، رسول اکرم امر کرد احضروا المنبر، حمد نزد منبر ده حاضر شویم. رسول اکرم منبر داشتند، بالای منبر برآمدند. فحضرنا منبر. کعب میگوید با همراهی آن کسانی که اطراف من نشسته بودند در اطراف منبر پیغمبر خدا نشستیم. فلما رقیت درجة، فلما ارتقى درجة قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمین، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمین. کعب میگوید وقتی پیغمبر خدا که 3 زینه داشت در منبرش، بالای یکم قدم گذاشت گفت آمین، بالای دویم زینه قدم گذاشتن گفتن آمین، بالای 3م قدم گذاشتن و نشستن گفتن آمین. فلما نزل، وقتی رسول اکرم میگه خطبه را خواندند، پایان شدن از خطبه، قلنا یا رسول الله، همه کسا گفتیم پیغمبر خدا، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. پیغمبر خدا، امروز این واقعه را که در بالای منبر از شما ما مشاهده کردیم و از زبان شما 3 بار کلمه آمین صادر شد، باری هم ما نشنیده بودیم. چی بود؟ برای چی دعا کردی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض لی جبرائیل. ای اصحاب من، گفت وقتی من قدم اولی خود بالای منبر گذاشتم، این زمان جبرائیل امین از آسمان پایان شده بود و یا من میدیدم، مشاهده میکردم و به سوی من گفت بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. حضرت میگد به سوی من گفت هلاک شود آن بنده ای که ماه مبارک رمضان بیابد و بزم این مغفرت گناه نشود. من گفتم آمین. هلاک شود. و در دیگر روایت می آید که
حضرت جبرائیل مرا مجبور کردند که قل آمین، قلت آمین. وقتی من گفتم، میگه جبرائیل گفت هلاک شود آن بنده ای که در ماه رمضان مغفرت گناه نمی شود، من خاموش بودم. جبرائیل بر من امر کرد بگو آمین. من گفتم آمین. دویم زینه قلم گذاشتم، بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک قلت آمین. دویم زینه وقتی من قدم گذاشتم به سوی من گشت و گفت هلاک شود آن بنده ای که وقتی نام پاکی تو محمد در نزد اونها ذکر می شود و اونها بر تو صلوات نمی فرستند، هلاک شود. من گفتم آمین. در سوم قدم مبارکی که من گذاشتم، جبرائیل بر من عرض کرد بعود من ادرک ابویه الکبر عنده احدهما فلم یدخلاه الجنه. سوم قدم صدای جبرائیل این بود که هلاک شود آن بنده که پدر یا مادر یا یکی از این دو را در حال حیات می‌یابد و به زمین این داخل جنت نمی‌گردد، هلاک شود این سه طایفه. ما و شما می‌گذاریم در مذاکره این سه چیزی که دو دعای خیلی بزرگ، دعای جبرائیل، دعای رسول اکرم در حق این سه طایفه بی‌نصیب دعای خیلی بد کردند. هلاک شود جبرائیل گفتند. این ملائکه مقرب درگاه دعا کردند هلاک شود. بهترین مخلوق خدا محمد آمین گفتند. این کار عادی نیست، این دعای عادی نیست. یکم کسی که ماه رمضان بالای او می آید، زنده هست، سلامت است و مغفرت گناه نمی شود. برادرای عزتمند، چندین جمعه من برای شما خبر می دادم از جنایت کردن در ماه رمضان اجتناب کنید. ماه رمضان خیلی ماه نازکی هست، اگرچه داخلش همه رحمت خدا باشد، همه مغفرت خدا باشد، لیکن با خود بعض نازکی های دارد که برای شما خبر دادیم. برادرها، از خیانت کردن، از دروغ گفتن، از تهمت کردن، از حق یک برادر تله و تاراج کردن، از اینها، از حسد، از کینه دور باشید. به سبب اینها شما مغفرت گناه می‌گردید. و الا اگر شما روزه داشته باشین و بازم این چشمهای شما به سوی زنهای نامحرم روانه باشد، هوس شما به سوی زنهای فاحشه کشاده باشد و شما خود در این ماه مبارک هیچ پروایی نداشته باشین، این صورت در خداوند حاجت ندارد. گفت پیغمبر خدا که تو طعام میخوری یا شراب مینوشی، این اختیار به توست، اختیار داری. خواه روزت میخوری، خواه روزت نمیخوری، دیگر حاجت نزد من هیچ حاجتی ندارم. دوم، فکر میکنم در باب رمضان صحبت من در همین جا به پایان میرسد و کار کنین که باز تأکید آخرانم همین است، کار کنین که بندگی خدا را با پررگی بجا بیارین. ماه رفت، دهه رحمت رفت، دهه مغفرتم در عرفه انجامیابی است. یک جمعه یا دو جمعه دیگر میخوانیم، به همین خاتمه مییابد، پشیمان میشویم، دیگر فایده ندارد. خاندان کار کنین همه با روزه باشد. حتی رسول اکرم میگوید من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض،
اگر کدام انسانی که یک روز همین ماه مبارک رمضان قصداً میخورد، اگر تمام سال تا آخر حیات چه روزه بدارد، ثواب این یک روزه را دریافت نمیکنه. اگرچه کفارت یک روزی به قصد خوردن 61 روزم که باشد، شما اگر تا آخر حیاتتان 20 سالم که باقی باشد روزه بدارین، اگرچه از گردن شما ساقط می شود، لکن ثواب یک روزه را شما دریافت نمیکنید. این دیگر از ثوابش. دوم حضرت دعایی که کردن در نزد کدام آدمی که نام من ذکر کرده شود و بر من صلوات نفرستد هلاک شود. امروزا شاید در حلقه های ما و شما نام محمد ذکر شود، به مجرد که نام محمد را میشنوید در حال صلی الله علیه و سلم بگویید، یا صلی الله علیک یا رسول الله بگویید، یا اگر با زبان همین تاجیکی عادی خود ما و شما درود و رحمت بر تو ای محمد، بس حق فرضی و واجبیش به جا می آید. رسول اکرم میگوید البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه. آیا من آدم بخیل را برای شما معاینه کنم، برای شما روشن کنم؟ کی هست بخیل در بین شما؟ کسی که نام من در نزد وی ذکر شود و بر روح پاک من صلوات نفرستد. این کس بخیل ترین شما در بین شما هستند. یا اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاة. پیغمبر گفتند از همه بزرگترین شما در روز قیامت، روشنترین چهره در روز قیامت کسی هست که در دنیا صلوات زیاد بر من میفرستد. اما برای ما و شما چی مشکل است؟ صلی الله علیه و سلم گفتند یا درود و رحمت بر روح پاک تو ای محمد که از زمان تو آمدی ما از جهالت خالی شدیم. خدا در قرآن شما را مدح میکند که از روزی که رسول اکرم آمدند شما از جهالت خالی شدین. راهی که شما انتخاب کرده بودین ای پیروای زردوشت، ای پیروای دین اوستا، ای پیروای دین یهود، از روزی که این حضرت آمد شما از این راهی پلید خلاص شدین و شما عاقبت وارد جنت میگردین. همه این طفیل کیست؟ طفیل محمد صلی الله علیه و سلم است. ما و شما در حق رسول اکرم باید دائم صلوات گوینده باشیم. و شکر نعمتی سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. شما دائم این نعمت است محمد بالای ما و شما. تا محمد آمدن ما و شما بتخانه را داخل می شدیم، هیکلا برای ما و شما خدا بودند. و شکر نعمتی سلطان دین کوش، رهی بتخانه را کردی فراموش. چی جانها کند تا تو یافتی را، صنم بگذاشتی بگزیدی الله. ای حضرت چی جانها کند که ما و شما اون هیکل یک طرف گذاشتیم و راهی مسجد و یگانگی خدا را برای خود انتخاب کردیم. این حضرت چی جانها کندند، چی عذابها کشیدند. از این خاطر کدام انسانی که یک بار صلوات بر روح پاک رسول اکرم میفرستد، رسول الله گفتند که صلی الله علیه 10 بار خداوند بر او رحمت میفرستد و حط عنه 10 خطیئه. 10 خطایی تا خداوند با یک صلواتی تو محو میکند، نابود میگرداند. سیوم چیزی که رسول اکرم آمین گفتند هلاک شدن او را، این چی بود؟ این بود که کدام شخصی که در حال حیاتش پدر و مادر را مییابد یا یکی از این را مییابد و باز وارد جنت نمی شود، هلاک شود. من برای شما 2 جمعه پی در پی در باب احترام پدر و مادر صحبت ها داشتم. فکر میکنم که انشاءالله همون صحبت ها برای آدم با عقل و با فهم کفایت کننده است و کسانی که نشنیده باشند با یک سخن عادی برای شما میفهمانم که احترام پدر و مادر
این معنای او را دارد که شما عاقبت داخل جنت میشوید، از تمام عذاب خدا نجات میابین به سبب احترام پدر و مادرتان. با پدر و مادر معامله خوب کنین، پدر و مادرتان احترام کنین. پدر و مادرتان که نزد شما وارد شد با صدای لبیک گویا او را قبول بسازید. حتی رسول اکرم میگوید صدای مادر یا پدر بلند شد باید در نماز نافله باشین، نماز قطع کنین، لبیک گفته از جای خود خیزین که این عبادت خداست. عبادت قطع کنین، صدای مادر لبیک بگویید. اگر شما عالم تمام دنیا شوین، اگر شما از خیر و از زکات از نماز هیچ کمبودی نداشته باشین، لکن پدر و مادر از شما خفه باشد، اینا همه حبطه می شوند، در نزد خدا قدر قیمت پیدا نمی کنند که برای شما خبر داده بودم. این بود یک موضوع ماه مبارک رمضان که الحمدلله با قدر دانش ناکافی خود و یک مسئولیتی که در گردن داشتم به سمع شما رسانیدم، اون جانبش حواله به سوی شماست. چگونه ای که فهمیده باشین و چگونه ای که شما قبول بفرمایین. الحال سوال های خیلی زیاده که در پیش من هست، انشالله جواب اینها را به شما میگردانم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش دارم که درباره عده زنها ترکه و بعد چهارم زن باز نکاح ممکن نیست گپ زنید، زیرا مردم این فرضهای خدا را سهل میشمارند. یعنی برادرای عزیز، این موضوع خیلی موضوع مهم است. موضوع عده خیلی موضوع مهمی هست. عده گفته مهلت میگن. زنهایی را که اگر ما و شما طلاق میدهیم، اگر زنی جوان باشد که حیض میدیدگی باشد، یعنی خون میدیدگی باشد، وای تا اگر 3 حیض نبیند، نکاح کردن او و او را با یک مرد دیگر بزنی قبول کردنش تماما جایز نیست. کسی که اگر در مدت همون حیض، یعنی بعد طلاق کردن مرد، اگر از همین روز مرد طلاقش کرد، 3 حیض اون زن نگاه میکند. از همین 3 حیض که پاک شد میتواند که چکار کند؟ میتواند که کلام خواستگاری که به سر او بیاید نکاح کرده و زندگی کند. و الا در همین مدت عده، اگر در همین مدت 3 حیض ناگذشته 1 روز است، نیم روز است یا 1 ماه گذشت، اگر نکاح کرده گرفت، خانه وی حرام است، فرزندای او همه ولد زنا هستند. اینا در شما اهمیت بتین. در تمام خانه ما و شما این واقعه ها رخ میدهد. باید که کار کنید. دختری که حیض میبیند 3 حیض بعد میتواند شوهر کند. اگر مردی که از دنیا میگذرد، زنی وی کی میتواند شوهر کند؟ بعد 4 ماه و 10 روز. 4 ماه و 10 روز که گذشت، عده مردی که زنی که شوهرش مرده باشد 4 ماه و 10 روز است. خب عده زنهایی که پیرانسال هستند، یعنی تماما اونها عده یعنی حیض نمیبینند. از 50 بالا که شد زن، در کتاب ها میگه دیگر حیض نمیبینند، خون نمیبینند. اینها را وقت شوهرهاشون طلاق داد، یا اینکه اینها خواستن که اگر شوهر کنند 3 ماه نگاه میکنن شوهر میکنند. اگر در همین مدت هایی که برای شما معین کردم و عیان کردم، اگر پیش از این کدامش نکاح میکند، وای خانهش حرام است، فرزندی که تولد میکند وای ولد زنا و حساب میرود. اینا شما گوش اندازین. دویم ترکه اصلا فرض است. ما و شما هیچ به این عمل نمیکنیم. همان روزی که مرد است یا زن است، هر دو ترکه میشوند. زن هم ترکه دارد، مرد هم ترکه دارد. این فرض است. همان روز جنازه باید که ترکه کرده شود. ما مردم 1 هفته میگذرونیم، بعدا بعد داملا میکویم که ترکه کنند. ترکه همون روز اول است. حتی در کتاب ها میگن که
از همان حق مرد، همان مردی که وفات میکند یا زنی که وفات میکند باید حق کفنش و حق مردش و حق گرکن همه از حساب همون مرد باشد یا از حساب همون زن باشد. در حالت تریکه این معین میشود. اینا شما کاری کنید که همون پیشواهایی که در محله دارین همون روز اول کاری کنید که همین کار به انجام برسانید. این فرض است. اگر ترکش کنید شما گناهکار میشید. طریقه این است که همون مال پدر و مادر معین میشود در بین همه فرزندها که پدرم چند قدر مال داشته بوده است، مادرم چند قدر مال داشته باشد، با دختر و با فرزندهای او چند قدری میرسد. اینجا همه شما آگاه میشین. این خاصیت خیلی خوب دارد. و نکاح کردن بعد 4 زن جایز نیست گفتگی. یعنی خداوند در قرآن میگوید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. هر یک مرد حق دارد که در نکاح خود 1 زن، 2 زن، 3 زن، 4 زن داخل کند. هر مرد این حق دارد. این خدا برای ما و شما فرمایش داده است. بعد 4 زن هیچ کدام ما و شما نمیتونیم که 5م زن در نکاح خود درآوریم. یا بعض سوسته های هست که 4مش خلیفه میکنیم و بعد 5مش میگیریم. اینا ممکن نیستند. 5مش وقتی تو نکاح میکنی و این نکاح نمیشود و حکم زنا را دارد. در حالت تو 4م میتونی که 3م یا 2م یکی از این 4 تا را تو طلاق میدهی. بعد میتونی که زن 4م در نکاح خود درآوری. لیکن آیت خداوند در دوام همین آیت چی میگوید؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جوانای عزیز، خداوند این 4 زن و 3 زن و 2 زن برای آن کسان امر کرده است که آنها از عهده زندگی میبرایند. آنها تمام تعیینات این زنها را از عهدهش میبرایند. برای این از خدا میگه اگر شما خوف برین که من 2 زنگی و 3 زنگی و 4 زنگی را کردن نمیتونم، فواحدتا خدا میگه به یک تش کفایت کن. اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. پیغمبر گفتند کدام مردی که 2 زنه است یا 3 زنه است یا 4 زنه است در بین اینها عدالت جاری کردن نمیتواند و روز قیامت از زن برای زیباگیش و برای شهوت در نکاح نداره. اگر تو اونقدر جوان مرد هستی و اگر تو مثال کاری ثواب کار باشی، پیغمبر خدا بجز 1 دختری باکره دیگر هیچ زنی باکره نگرفتند. پیروی پیغمبر چه امروز بیوه ها هستند، کودکدار هستند، برای تربیه اونها مرحمت در نکاح بدارند. اگر خاطری تو مثال برای شهوت نباشد